سلام علیکم و رحمت الله و برکاته تماشاگران دوستا و کسایی که منو میبینید. روزی من یک فعل دارم پیش و شاید سوالش یک چهار در دوری ماشین دیگه ویدیو بیشتر میکنی یا که هر خیلی ما هر خیلی هستیم یک راه میرم اونجا برم کیفیت ویدیو کنیم میتا میخوام اونجا بکنمش سر وقت اگر که نک بعد میگم خیر خونه میرم خونه که رفتم دیگه باید کار دیگه میشه خلاص نمیشه. من بهترش همون کم کیف ندارم اون وقت باید که سر وقت بکنمش. خلاصه موضوعی که امروز میخوام صحبت بکنم موضوع درباره چند روزی در آمریکا میتینگ تظاهرات مردم بر ضد حکومت خستگی به خاطر نفت به خاطر اونه که یک سیاه‌پوست کشتن و پلیسای دونش در گردش موند جیکیده کشت در زمین چی جنایت کرده باید میگرفتنش. خلاصه هم که جیختنش مرد. به خاطر هم دیگه مردم میتینگ تظاهرات خستن در تمام کوچه ها. حتی دیگه وزارت کار داخلی امنیت داخلی آمریکا دیگه نتونست سر مردم بگیره. گواردیا میلیش برآمدگی که یک آمریکایی که چقدر نیروی با قوت داره. اینجا چیزش برای من اینترس نشید. 325 میلیون اهالی داره. همه نمود دینی در دنیا هست در اونجا هست. همه نمود ملت در دنیا هست در اونجا هست. شهرونده آمریکا اونجا ملت نداره. دولت دیگه ملت شده خیلی نداره. فقط دولت هست ملت همه روی دنیا هست. متحدی اونو که برای یک نفر خستن همه زده شکسته میزنن اونورا میزنن شتا میخرن میزنن میشکنن میدرن میسوزه هر چی میشوه زنک کودک پیرانسال همه شونن. اما در تاجیکستان عین همونی که مثال کشتن عمر جان سال 2015 برای ریشش دادن کشتنش در وعدت و ملت تاجیک ملتی که با عار با ناموس دکنده سینه‌اش میزنه آخی توف دهم خیلی ناموس. چیکار کردیم ما؟ چیکار کردیم؟ هیچ کار نکردیم. تماشابین شدیم زدن کشتنش برای ریشش بگناه. هیچ کار نکردیم ما. این فقط به سریش مثال آوردم اینه دا. عین ما آمریکا رسید که ما یا ملت یا دین یا فرهنگ یا ازبک مثلا قرغیز دیگر مثال ما دادرش داریم کم زیادترش تاجیکان. ما متحد نیستیم. با ما پلوس این ما مسلمان میگیریم. مسلمان باید متحد باشه. ما همین کار رو نمیکنیم. اونو کردن در خراسان دیدیم سیم عید میتینگ کردن راه بستن مردم هیچ که دوامش نداد دیگه. مردم گفتن این قدر در کرانتین ما رو حکومت کمک نکرد دیگر ما سیم عید پیش سفارت روسیه تظاهرات میکنیم. هیچ کار نکردن. همه دیدیم همین دامید سیم که هیچ کدوم تا کمک نکرد. یگم چی کمک نکرد. این قدر 250 میلیون دلار که خارجه در اومد همو رو هم نداد. ایلای همو 2 میلیون دلارش با برنامه خودش داد. پلوس این ویروس رحمانوف در آورد پهن کرد. رحمانوف ویروس پهن کرد. ویروس خیلی دیگه شوند بود که رحمانوف سببگار ویروس پهن شدن ویروس شد. نه که این بدبخت بالای همین ملت بخدا ما نمیفهم چرا بیدار نمیشه. ما حد اقل شما هیچ کار شما با هم کمتر بنویسید که شما هم کی را منتظره که شما کی باید برای شما میاد شما چی فکر میکنید که هم کس میاد برای شما هم کارا انجام میده. نه هیچ که انجام نمیده. شما فکر میکنید که برای فرزنده و عقفای زندگی و عقفای چطور رفتی همین کارا کردید. نه شما این کارا نکردید. شما ظلم کردید. چیکاره که پدرای ما و شما دمو ظلم کردن شما را هم که ظلم کردید. تو امروز میره دستم پلا کار میکنی میگه برای فرزند مهنت کردم من برای فرزند کردم. نه برای فرزند نکردی. فردا همین حالی که مثل سگای برای همین ماجرای الخص روسیه در روسیه همون اعتراف میکنیم که هم خیلی حال داریم ما در روسیه همون احوال ما خودمون تیار میکنیم برای فرزندامون. پدرای ما همونجا عمرشون آخر رسوندن ما با فرزندامون نسل به نسل غلام کنیست که ارسو دما نه دین مون نه فرهنگ مون نه یگم چی مون. من با خدا قسم حیران میشم که همین من دیگر نمیدونم که چی بگم. برای ریش گفتم
هیچ مردم ریاکشن ندادن. برای صدر گفتم مردم ریاکشن، برای تمامی چی گفتم مردم ریاکشن ندادن. حد اقل یا لایک میترسن. آدما همه آدمایی که مخالفن همه پدر داره، مادر داره، زدی در میوه. خیلی در نمیوه، نه ربات نیست، در میوه، حس میکنه درده. حداقل ایجانی به همین مردم یا دستگیری پنگ کردن، ویدیو دیگه تبلیغ همین را نمیکنی. برای چی؟ شما انتظار میشه که هم که چلیکو را فچیدیم شیشتیم یکم کس میاد تاجیکستان و شویتزار میکنه از شما میتا؟ نه، خطا کردی. هیچ وقت کارا نمیکنه. هر کس خودش برای خودش میکنه. اگر خارجی ها میکردن برای ایرانی ها میکردن. 40 سال در خارج مبارزه 4 کس مبارزه برای با کمتر قفل زندگی چه برای 40 سال هیچ کاراشو نمیکنه. کسی که با اکثریت مردم ما بی‌طرفه، بی‌طرفی، بی‌شرفی است، بی‌ناموسی است، دیوسی است. 28 سالش رحمانوف یک پرابلم مرز قرقیزستان حل کرده نیست. هر روز در تاجیکیا کشتستان، هر هفته تاجیکا میکشن در مرز. خلاصا من شما را دعوت میکنم که والله شما هر قدری که ما و شما دیر میکنیم که همون قدر برای ما مشکل میشه و یا زخم اعتناد پیدا میشه و هر قدر دیر توبه کردی توبه قین میشه و بعد دیگر بدن نپچه همه جوتا اولوده میکنه. خلاصا خیلی هم عذاب مشقت زیاد میشه و برای همین اقدام کنی، پیشتر عمل کنی و به خاطر دیگه وطن دوست، ملت دوستی، به خاطر دیگه که به خاطر الله گفتم نشید، به خاطر این وطن دوستی، به خاطر ملت بدنت، به خاطر فرزندت یک کاری بکن. به خاطر فرزندت، به خاطر خودت نکرده، به خاطر فرزندت بکن. حیوانه به خاطر فرزندش در سر شیر میبره که شیر میگه خدمت بکش بکن فرزند ما نخه. ما قدیم حیوان رحم به فرزند ما نداریم. از دیگه سخن ترول نمیکنم. سلام علیکم و رحمت الله.